میخوایم در مورد درصدهای مختلف غنی‌سازی که مثل شارژ موبایل میمونه با شما صحبت میکنیم. شما هر چقدر موبایلتون بیشتر شارژ داشته باشه، میتونید تو مصارف بیشتر و کارایی بیشتری از اون بگیرید. مثلا اورانیوم تا 5% برای سوخت نیروگاه‌ها استفاده میشه. نیروگاه‌های اتمی سوخت پاک تولید میکنن و بر اساس آمار تا سال 2040 ما دیگه نیروگاه فسیلی نخواهیم داشت، چرا که منابعش تموم میشه و ناگزیریم از نیروگاه اتمی استفاده بکنیم. درصدهای بیشتر مثل 7 8 تا 20% برای تولید رادیوداروها استفاده میشه. رادیوداروهایی که برای درمان، تشخیص و تسکین دردهای بیماران سرطانی از اون استفاده میشه. ما امروز بیش از 1,200,000 نفر سالانه در کشورمون با این رادیوداروها درمان میشن و سرطان اونها کاملا از بین میره. البته اورانیوم 20% به عنوان سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران به عنوان جایی که این رادیوداروها رو تولید میکنه استفاده میشه. تو حوزه پیشران‌ها هم از اورانیوم با درصدهای بیش از 5% استفاده میشه. هر چقدر این درصد بیشتر بشه، اون پیشران مثل زیردریایی اتمی با قدرت بیشتر در طول زمان بیشتر میتونه حرکت کنه و فعالیت کنه. اورانیوم 60% هم ما استفاده میکنیم. از اورانیوم 60% الان ما برای تولید ماده‌ای به نام مولیبدن که ماده اولیه رادیوداروهاست استفاده می‌کنیم. جالبه که بدونید رادیوداروها به کشور ما وارد نمیشن و یکی از اقلام تحریمی هستند و اون رو به ما نمیدن و اون رو ما خودمون برای درمان بیماران تولید میکنیم. حالا یک سوال، فکر کنید اگر ما غنی‌سازی نداشتیم چه می‌شد؟